نوزم محمدزاده مدیر پژوهشگاه فلسفه، سیاستشناسی و حقوق اکادمی ملی علوم تاجیکستان روز 1 آگوست سال 2024 در نشست خبری اکادمی تصدیق کرد که اکبرشاه اسکندرов قریب 2 ماه باز در حبس قرار دارد. اما محمدزاده به دلیل امور مخفی پرونده گفت که از جزئیات آن خبر ندارد و آنها تلاش میکنند تا به روند تفتیشات خلل نرسانند. این نخستین تصدیق رسمی خبر بازداشت رئیس سابق شورای عالی و سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان اکبرشاه اسکندرov است. تا کنون یگان مقام رسمی درباره بازداشت او اظهار نظر نکرده بود. نوزم محمدزاده زاده نویه تیمور ملیک 39 سال داشته تازه 1 مارس سال 2024 مدیر پژوهشگاه فلسفه، سیاستشناسی و حقوق اکادمی ملی علوم تاجیکستان تعیین شد. او قبلا دکان رشته فلسفه در دانشگاه ملی بود. اکبرشاه اسکندرov که اتفاقا روز 1 آگوست در روز تصدیق رسمی خبر بازداشتش به سن 73 رسید و چندین سال بازنشسته شده است. به کارهای علمی ادامه داده و تا روز بازداشتش در پژوهشگاه فلسفه، سیاستشناسی و حقوق اکادمی ملی علوم تاجیکستان مدیر شعبه مسائل سیاسی و بین المللی بود. اولین شده درباره بازداشت اکبرشاه اسکندرov پایگاه خبری بامداد با تکیه به منابع خود خبر داده بود. به گفته این منابع اسکندرov روز 13 ایون، یک روز بعد بازداشت وکیل پارلمان و نامزد سابق به پرزیدنتی تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده در چارچوب پرونده او که به غصب حکومت عیبدار می شود به بازپرسی دعوت کرده دیگر رها نکردند. منابع بامداد گفته بودند که اسکندرov را همراه راننده سابقش دستگیر کردند. راننده او را بعداً جواب دادند. نزدیکان اسکندرov خبر دادند که مقامات روز 14 ایون خانه اسکندرov را در محله حیات نو کوفتکوف کردند. معلوم نیست که در خانه اسکندرov تفتیشات چه میجوست و چه دلیل‌هایی از آنجا پیدا کرده است، ولی شاهدان گفتند که مقامات از خانه اسکندرov آن روز چیز زیادی برآورده با خود بردند. پرونده عثمانزاده پر سر و صداترین پرونده سالهای اخیر به شمار می رود. یوسف رحمان عثمانزاده را با آن عیبدار کرد که گویا او هنوز سال 2021 نقشه غصب حکومت را با نماینده مخالفین شراف‌الدین گدایف مصلحت کرده و از او وعده گرفته است که در این کار رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری به او یاردم خواهد کرد. اتهام دیگر ضد عثمانزاده که از زبان داستانی کل صدا داد تشکیل گروه‌ها برای عملی ساختن نقشه غصب حکومت در داخل جمهوری و اخیراً از نماینده یک کشور خارجی درخواست کردن 10 میلیون دلار از جانب عثمانزاده گویا برای انجام تبادلات است. یوسف رحمان نام آن کشور خارجی را نگفت، ولی شراف‌الدین گدایف ادعا دارد که سخن درباره یک ژنرال از نهادهای امنیتی روسیه می رود که گویا در پی حمله خونین ماه مارس در تالار کنسرت‌های کروکوس در پایان ماه مارس با سفر مخفی به تاجیکستان آمده با چند نفر از شخصیت‌های شناخته و منصبداران در گذشته بلندپایه صحبت‌های محرمانه انجام داده است و مقامات از این خبر یافته حالا همه آنهایی را که در صحبت آن ژنرال اشتراک داشتند بازجویی کرده ایستادند. تفتیش این ادعا توسط منابع دیگر امکان ندارد، اما در پی عثمانزاده چندین نفر دیگر از جمله اکبرشاه اسکندرov، وزیر سابق امور خارجه همراخان ظریفی، معاون رهبر دو حزب دموکرات و سوسیال دموکرات احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف و همچنین چند افسر دیگری در گذشته بلندپایه امنیت از جمله فرمانده سابق الفا پلکوونیک نرزولون نعیموف به حبس گرفته شدند.